هانه برو کدوم حکمایی اردی تو اینو جملیه همون یک کلونتر معلوم نمیشه. یک ساعت کلونتر یک ذره چیتاره کلونتر معلوم. چند گفتیم اینا لالایت گل؟ اینا هر کدوم ما این برآوردونه 45000 روپیه. چی؟ 45000. 45000؟ بله چاقه اینا. آخه شما کو گنج گرونتر میدین برارم. گنج برار میدم همین گوساله به می قیمت بره شما. من سبا گنج ما گفتم برو ما گنج بستونم بابا چا گفتن که لالایت گل داره 2 تا 3 تا گوساله. ما خو کار ما همینا برار میستونم اینا جمع میکنم چاق بشه میفروشم. برار جو. بله. ما اینا رو به خیرات ماییم. ما ختم قرآنی بگیرم هم یک گوساله گفتم بیایم از شما بستونه. شما کو انخر گنج گرونتر میدین. به خیرات که ما این گپ بینیا برار کدوم حکمایی به خیرات ما این خیرم که به شما به 40000 حساب میکنم کمتر اگر راه نداره شما که میگم به خیرات به خاطر گرونه خیر کجا خیراته که من بیام مسکینی ماما کدوم حکمایی برا انو گوساله انو گوشت خیرات من هستندو میفهم خب کی باید که من بیام خیرات بخورم به پس باید پس سبا به کدو قله به می قله بالا من بیام ماما ماما جو خیرات اولی شاه و گدای دیگه مادر خودم بیارون زنونا من گیره بودی برو باز باشه خیراته خیراته با من با تو آدرس میدم برو ماما جو برات کار خب برو به قصه از گپ نشو برو گیلک برو خوب لالایت کن کدوم حکمی بریم برو همین یکی بره برو مشکل نداره هر کدوم ما این ببریم میگم ما به شما گفتم میر به خیرات مایم همون لالایت دیگه کس بودی از 45 روپیه کم نمیدادم به خاطر که خیرات میگیم شما خیر 5700 35 حساب کنیم چی نگه کمتر رو نداره برو 40000 نمیشه با ما بگیم ما هم زحمت کشیدیم اینا مال به 40000 هم دیگه کس با شما هم ثواب میشه یک چیزی تعیین که من از اینا یکی ببرم 1000 دیگه خیر صدقه سر 1000 کو ارزش نداره دیگه داره ببریم دیگه هر کدوم ما ایمونی واکنیم ببریم مشکل نداره همون 5000 به بین ما و شما بودیم نصف کنیم به 37500 نمیشه 2500 از طرف شما چی 2500 بریم خیر باشه واکنیم هر کدوم ما همون هفته نیم هزار شما خود شما واکنیم بیایم بریم در سرا که خودی خوب بودین که من پولم به شما بدم آقا دیگه یک کلونتره ان شاء الله که ثواب میرسه به شما بیایید بریم به گنج هم برایی به این قیمت به شما نمیدم ایتا بکنم راست میگم دیگه ما وقتی همسایه داری گفتم از شما بیایم بکنیم ای چرخی فلک مرا بچرخ آوردی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده گلاب بدم مرا به بلخ آوردی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده گلاب بدم آبی شیرین می خوردم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده عذاب شیرین مرا به تلخ آوردی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده کسی بم به سرانونم نبردک یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده آگوش نگیرو دام خوشبو شدک یا مولا دلم تنگ آمده
می پیارم با ما پیاری نی عباس برارم با ما برارینه بابا ما گشنگی گفت کردم بیام گوار جمع کنم برو معلف بزنم بدرم یک لقمه نون نمیارن خب خوناک به خیر خوشی شما رو بگیره خب من نون بیارین دیگه گوار یادتون برو به سرا سیکوتو پیار مکه گوشیر برو لرزه کنه همه تو دیگه هسته اعضال تا با برج عقرب برو لرزه سی نمی کنه که بابا می گوشی من برو لرزه برو بی صدای برو صدا داره لف کردم زهر ترخ شده من گوشنگی تلخه میشون بدن ببند نرم بخونن و نخورم به خدا سرم به دردم تلخه میشون مگرم برم اشته کنم این گوه خور یکی نندازن گوار نجونه این علفار یکی نبار یک ذره بدره ویدم مگرم برم نونو بخورم زودی برگردم بیام دست نده چرا؟ منو کارتونم یا نوکر پیار خو منو کارتونم من گشنگی من بکشتیم اینجا تو به سرزمینه چرا به منو نوردی ما مکتب خودم تو نونو بیارم سالا 12 تو نون بیارم سالا اگه به تو بگم برو نون بخور مکتب ندارم گپ مفت نزه بیا مال از دون نونا من چنگ میزنه من اینجا گشنگی زوف کردم یا من اینجا یک لقمه نون نیا بخورم به چی بوموری نه تو که خدای رسی میتا داغ من مثل نون تنیر بری به بغلم بستو من فقط نوکره به خدا به پیار خو میگم بابا بس کو بابا همین کار رو بس کو من روز اول ری نکردی به مکتب که ما برم بخونم یاد گیرم این بیا ورده به من هر روز هر روزی به چی تاقلی منه من مکتب کنم چی کردم زمیناتو گوه که میخوری گوه که شیر میخوری گوه که دوغ میخوری از پیار منه از پیارتونه چه کاره؟ بغضا خود نون خورم چند میشه که تو نون نخوردی تاله؟ خود گوش نیا چه نون نخوردی؟ چرا هیچی بابا نکنی؟ خود دیگه رو دمورو بود از نانانیه بغضا نون خورم گوش نیا میزنم تا گوشت وقتی برا بقی آخه گوش نیا بقی پیشمو برو باشه ما نانه بعد میای از تو باشه ما نانه بگم تو گومال جمع کنم تو نون بیارم من نوکر از اینایم فقط مکتب عقل کمال یادگیر مثلمه
توتیا میکنم سرداری نیاز یک پولیم بخورم بابا چرا این گیلنگ نون نمیبرن که هنده میه بخونه ته جهد بیتول میرخصه یعنی با یک نفر مایی که به گیلنگ نون ببره چه نمیتونست بیه بخونه نون بخوره چای بخوره بعد رو بخده بره به پس پیش گواه مالا خبره بیا اینجا ما برفتم کنون خورم مکتب آمدم بزد به پشت سر میگه تو چه ما نون نبودی نمیخزار نون خور بابا نخزد کنون بعد کده که زده تو چرا میزده تو بچه مگه تو چرا درس بخوری چه ما نون نمیاری سهرا من رو کارتونم بگه عجب والله یک نفر میگه مزدوری بره بگیرم میگم بله تو چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ چرا نون نمیاد بیا بودن اونا چرا بخوردن که بسی ایوه نمیدن نون چای میگم و تو مزدوری بگیر که تو نون داره بیاره چه خود تو نمیتونی قدم رو بیایی نون بخوری بعد ببری با پیش گواه خو گواه اونجا بسته کرده علف مایم شما نمیگین گواه از سرزمین ها یلا نه در سر او خورا اینا ابری داد غگیله کنی بیا خود چای نون داره ببری کی میبره اینا؟ این چه کار میکنه؟ این مطب میره درس میخونه که چیزی یاد گیره هرچی که شما یاد گرفتی تا که چند سالی برفتی چی یاد گرفتی؟ الف میفهمی چیه؟ یاد داره تیپ بزنه خیلی گپ مفت نزن دیگه بابا این خور خودی میگیره تو خور خودی میگیری بابا سکن چرا بردیشته بابا بگو اینو کلکی بردیشتی یا کلکی بردیشتی این جواب با جواب من میستکن نه یا کلکی بردیشتی بده کمالم یک کچو برم تو رو حرام میکنم این جیبا پس یوز بیشتر ما فهمیدین من نونم من نیم کلم سیرم نشده میرم سر زمین ها برو بده فهمیدین برزو که میری برو خدا به دیدو نمیایی فهمیدین بده دیگه چرا رد کردی خود با چی نداره ماهی بزن با جاروی بردار کننده کوبر خوبه خوب کاموزه پیش رو نمیکنی درس میخونه با دست بودن رو نمیکنی